توی هاروارد آمریکا از یه سری از پدر مادرها میپرسن چه کسانی سبک تربیتیشون بیشتر کنترلگری، تذکر یا فریاده. یه سری از پدر مادرها وقتی که اعلام میکنن از بچه های اونها در طول زندگی از 2 سالگی تا 5-6 سالگی 8 سالگی یه سری اسکن هایی رو از مغز اون بچه ها میگیرن. خیلی جالب بود وقتی که اون اسکن رو میگیرن، میبینن بچه هایی که بیشتر توی این شرایط مواجه بودن، میبینن توی پایین مغزشون یه قسمتی هست به نام بادامه که میگیم سگ نگهبان مغز، که اون سگ نگهبان مغز اون بچه ها بزرگتر از بچه هایی که کمتر در این شرایط قرار گرفته بودن بود. و وقتی این بچه ها بادامه مغزشون، همون سگ نگهبان مغز که میگیم، او بزرگتر باشه، بیشتر احساس ناامنی میکنه و بیشتر فعاله. میشه بگیم که همیشه در هر شرایطی احساس خطر میکنه. توی مدرسه، توی بستر خونه، با خواهر برادراش، با همسن و سالاش بیشتر دعوا میکنه و پدر مادرها میگن نمیدونیم چرا این بچه ها اینجورین، هر کاری هم میکنیم خیلی پرخاشگرن یا چیزی رو پرت میکنن. این بچه ها، یه سری از این بچه ها یا برون ریزی دارن مثل همین بچه ها، پرخاشگری میکنن، واکنش نشون میدن، چون بادامه مغزشون فعالتره، احساس خطر بیشتری میکنن و احساس میکنن که توی هر شرایط تشخیصشون خطره. به خاطر همین این واکنش ها رو دارن. و یه سری از بچه ها هم هستن که درون ریزی دارن، یعنی یا ناخونشون رو میجوان یا دندون قروچه میرن یا شب ادراری دارن و این بچه ها هم اضطراب دارن. چرا؟ چون این اضطرابشون رو برون ریزی ندارن، توی بدنشون واکنش نشون میده. از پدر مادرای عزیز خواهش میکنم که نحوه تربیت ما در سبک سلامت بچه هامون خیلی تاثیر میذاره و بچه هایی که توی این شرایط هستن قبل از اینکه دیر بشه و این اضطراب رو به بزرگسالی انتقال بدن، خواهش میکنم که در صدد درمان اون باشن.